به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شمایان یک قصه کوتاه درباره رضای والدین با خواهش یک برادر اهل اسلام که با واسطه تلفن موبایلی با ما زنگ زده آید این موضوع خواهش کرده بود نقل می‌نمایم. و الهی اگر در وقت گفتن این حکایت به خطای راحتی هم الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. و البته ناگفته نماند که این قصه خیلی کوتاه بوده، لیکن برای اون شخصانی که تا این وقت خطا کرده بودم شاید که انشاءالله یک درسی برد شود. پدر و مادر چراغ خاندانند و در حق آنان چه خبره که سخن گوییم هم آخر ندارد، زیرا قدر و قیمت آنان را الله تبارک و تعالی در سوره قرآن در چندین جایها قید کرده است. در یک دهی خورده یک مرد مؤمن مسلمان با همراهی همسرش زندگی میکرد و آنها با مدد الله تبارک و تعالی صاحب یک فرزند شدند و نام او را عبدالله نام گذاشتند. عبدالله معنای این نام بنده الله است و با امر تقدیر روزی همسر این مرد با بیماری سرطان وفات می کند و اون مرد اون پسری یکتای خود را هم پدر و هم مادر شده به وی می رساند و از برای این فرزندش حتی دیگر خاندار هم نمی شد، یعنی دیگر همسر هم نمی گیرد، چون فکر میکرد که اگر همسر دیگر گیرم به این پسری من مثل مادر اصلی مهر نمی دهد. و این مرد هر روز کار میکرد تا که برای پسر یکتای خود خوراکی حلال یعنی رزق حلال آورده خوراند. و با همین این مرد اون پسر را به سین مکتب خانه به وی رساند و با همین بعد چند سال این پسر مرد یعنی عبدالله مکتب را نیز ختم کرد و اون مرد باز یک چند سال دیگر کار کرده این پسر یکتای خود را به یک دانشگاه عالی سپارید و این پسر در ساحه تکنولوژی یعنی که کامپیوتر شناسی و پروگرامیستی با دیپلم عالی تحصیل را به اتمام میرساند. و بعد ختم دانشگاه پسر یکتای این مرد را به خارج مملکت برای کار روان میکنند و این مرد پیرانسال در خانه تنها میماند. لیکن آن پسر یکتای این مرد در مملکت خارج عائله دار شده پدری خود را از خاطر میبرارد. وقتی پدر زنگ میزد با آوازی غمگین جواب میداد، لیکن با اهل خانواده خود و با اون دوستان خود خرسند شوخی و سرور کرده صحبت میکرد. و روزی پدر گفت فرزندم بیا بار ببینمت تا که دیر نمانه، من به یک دردی سخت دچار شدم، طالق زنده هم بیا باری رویت رو ببینم و ببوسمت. لیکن پسر یعنی اون عبدالله میگوید پدر بعد یک هفته حتما
به نزد شما پرواز کرده میروم. خب 1 هفته دیگر میگذرد. پدر زنگ میزند. عبدالله فرزندم، وضع سلامتی من روز تا روز بد شده ایستاده است. بیا پسرم، بارو ببینم. هر یک دم غنیمت است. لیکن عبدالله میگوید پدر، 1-2 تا دیگر کار ضروری دارم که او را باید حل کنم و حتما بعد 1 هفته دیگر به نزد شما خواهم رفت. پدر صبر میکند. این هفته دیگر هم میگذرد. پدر باز زنگ میزند. عبدالله فرزند شیرین، تو را یاد کردم. میخوام 1 مرتبه تو را ببینم و دستان تو را ببوسم. بیا فرزندم، مرا غمگین مکن. عبدالله میگوید پدر، اینجا همکارانی از دیگر دولت آمدند و میخواند که با من 1 حجت مهمی را امضا گذاری کنند. اگر این امضا را گذارم هفته آینده حتما به نزد شما میروم. لیکن بعد این زنگ تلفنی بعد 3 روز اون مرد وفات میکند. و این عبدالله از برای اونه که مهر و محبت را به دنیا داده بود از همه کار میافتد. یعنی او را از تمام کار خارج میکنند و سرسام و سرگردان به وطن میآید. و بعد میفهمد که پدرش بعد زنگ آخرانی آنها، یعنی بعد 3 روز زنگ آنها، جان را به حق سپاریده بود. این عبدالله گمراه گریه و ناله زیاد میکند، لیکن از این هیچ فایده نیست. برادران و خواهران اهل اسلامی، به حرمت خداوند رضاکی والدین را به دست آوریم و از برای مال و دنیا از پدر و مادر خود دور مشویم و از حال اونها همیشه خبر گرفته دعای خیر اونها را گیریم. زیرا در حدیثی آمده است از اون فرزندی که پدر و مادرش رضا باشد در جنت برای اون فرزند گشاده است، و از اون فرزندی که پدر و مادر نارضا باشد وای بر حال اون فرزند که فقط جهنم او را انتظار است. برادران و خواهران اهل اسلام من، اگر در زندگی پدر و مادر شما با آنها سخنی خطا گفته باشند و لیکن حال آنها در حیات نباشند، در حق آنها دعای خیر کنین و اگر از آنها به کسی قرض مانده باشد آنها را به صاحبش سپارین و دوستان آنها را و برادر و خواهران آنها را همیشه عزت و احترام کنین. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند در این دنیای 2 روزه که ما همه بنده گناهکار و عاجزیم، به رحمت الله تعالی امیدواریم. پس بیایید به قدر پدر و مادر رسیده دستی دعای خیر آنها را گرفته عزت و احترام آن را در جایش گذاریم. و نآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الهی الله تبارک و تعالی پدر و مادر هر یک ما و شما را در پناه خود نگه دارد و اون شخصانی که پدر و مادر ندارند، یعنی وفات کرده باشند، پدر و مادر آنها را الله تبارک و تعالی غریق رحمت شایسته جنتش گرداند. آمین یا رب العالمین.